رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده‌ها و همسو با حقیقت. بینندگان عزیز سلام، به برنامه رد پای تاریخ خوش آمدین. در شمال شهر هرات بر روی تپه طبیعی و بلند بنای قد برافراشته که نزدیک به 5000 متر مربع مساحت دارد. دژ عظیم با 18 برج استوار و مستحکم که بلندترین نقطه آن 20 متر بالاتر از سطح زمین است. معماری و موقعیت سوق الجیشی این قلعه طور است که در گذشته هیچ حرکتی در شهر از چشمان تیزبین نگهبانان آن پنهان نمی‌ماند. هر تهدید فرسنگ‌ها دورتر از دروازه های شهر شناسایی می‌شد و خوش اقبالی بزرگ حاکمان هرات در طول تاریخ داشتن همین دژ نفوذناپذیر بود. به همین خاطر هر فاتح یا پادشاهی که قدم به این خاک می‌گذاشت می‌دانست که کلید تسخیر هرات در دستان این قلعه است. ریشه های این صخره تاریخی در غبار افسانه ها پنهان است. بر اساس برخی متون کهن این مکان حدود 1000 سال پیش از میلاد به نام دژ شمیران یاد می شد. دژی که می گویند بر راهنمایی شمیره دختر فریدون شاه ساخته شد تا پناهگاه باشد در برابر هجوم دشمنان. اما برگ‌های رسمی تاریخی این ارگ با نام اسکندر مقدونی در سال 330 پیش از میلاد ورق می‌خورد. در آن روزگار که هرات را آرتاکوانا یعنی مرکز گهواره آریانا می‌نامیدند، مردم خطه در برابر لشکر مقدونی دلیرانه ایستادند. با این حال اسکندر پس از نبرد سنگین شهر را تصرف کرد و فرمان داد تا در همین نقطه مرتفع دژ مستحکم و نظامی برای سربازانش بنا کنند. پایه‌ای که ارگ امروز روی همان تهداب استوار شده است. با رفتن اسکندر این قلعه به قلب تپنده قدرت در خراسان تبدیل شد. غزنویان از آن به عنوان سپر مستحکم استفاده کردند و غوریان در میان دیوارهایش به دفاع پرداختند. اما خونین ترین فصل تاریخی این دژ با هجوم وحشتناک مغولان نوشته شد. طولای خان پسر چنگیز خان با لشکر بیرحم به پشت دیوارهای هرات رسیدند. در اولین هجوم 12000 تن از مدافعان جان بر کف قلعه به شهادت رسیدند. اما روح سرکش هرات تسلیم نشد. مردم دست به قیام زدند و ارگ را پس گرفتند. این خشم چنگیز را برافروخت. او هرات را 6 ماه محاصره کرد و شهر را چنان به خاک و خون کشید که بر اساس روایات از آن همه جمعیت انبوه تنها 16 نفر زنده ماندند. هرات به خاکستر تبدیل شد، اما دژ هرات نمرد. سالها بعد در دوران سلسله کرد فرمانده شجاع و با تدبیر به نام اختیارالدین آستین همت بالا زد و این دژ ویران شده را از نو ساخت. معماری دوباره‌ای که نام او را برای همیشه بر پیشانی این قلعه حک کرد. ارگ هرات زیباترین و با شکوه‌ترین روزگار خود را در عصر تیموریان تجربه کرد. گرچه امیر تیمور در جریان فتوحاتش صدمات به این قلعه زد، اما پسرش شاهرخ میرزا، کسی که پایتخت امپراتوری بزرگ خراسان را از سمرقند به هرات آورد، این دژ را به یک شاهکار هنری مبدل ساخت. دیوارهای ارگ با خشت پخته، سنگ و آهک مستحکم شد. برج‌هایش را با کاشی‌های معرق و رنگارنگ تزیین کردند و کتیبه‌های عظیم به خط ثلث بر پیکره آن نگاشتند. در همین دوران بود که اتاق زرنگار در دل قلعه متولد شد. تالار شگفت انگیز که سقف و دیوارهایش غرق در نقاشی‌های ظریف و طلاکاری شده بود.
اثر بی‌نظیری که متاسفانه طول زمانه آن را از ما گرفت. این قلعه در قرون بعدی هم آرامش به خود ندید. از نبردهای صفویان تا جنگ‌های داخلی معاصر هر بار زخم‌هایی بر پیکرش می‌نشاند. حتی در دهه‌های اخیر پس از آغاز بازسازی توسط یونسکو در سال 1342 شعله‌های جنگ دوباره آن را به ویرانی کشاند. اما ارگ هرات مثل ققنوس از میان خاکستر برخاست. خوش اقبالی بزرگ این بود که با همت بنیاد فرهنگی آقاخان و با حمایت مالی آلمان و آمریکا این بنای بی‌نظیر با هزینه بالغ بر 2.4 میلیون دلار به طور اساسی ترمیم شد و در سال 1390 خورشیدی به عنوان هویت زنده این ملت دوباره گشایش یافت. امروز در اعماق این قلعه موزیم ملی هرات قرار دارد. موزیم با خدمت 1 قرن که در زمان امان الله خان بنیانگذاری شد. بیش از 250 اثر باستانی از ظروف سفالین و غوریان تا سکه ها و زیورات 1000 ساله تیموری در این مکان نگهداری می شوند. گنجینه‌ای که منتظر تماشای شماست. امروز دروازه های ارگ هرات بر روی جهان باز است. وقتی بر فراز برج‌های هجدگانه آن می ایستید، دقیقاً همان افق را می بینید که اسکندر، اختیارالدین و شاهرخ میرزا به آن چشم دوخته بودند. درس بزرگ ارگ هرات به تاریخ این است: هیچ ویرانی و هیچ جنگ پایان داستان یک ملت نیست. این دژ زخم خورد، سوخت، اما هر بار به دست مردمش دوباره از نو ساخته شد. این قلعه دیگر یک پناهگاه جنگی نیست، بلکه شاهد است سربلند در قلب خراسان که زمزمه می کند من اینجا بودم وقت اسکندر آمد، وقت مغول تاخت، وقت همه رفتند و من هنوز هم با اصالت تمام اینجا ایستاده‌ام. در این سفر از رد پای تاریخ همسفر ارگ هرات بودیم. تا برنامه‌های دیگر و مقصد دیگر در دل تاریخ، حق نگهدار و پناهتان باد. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی. و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.